در روسیه ها مردخ روی بدن کو خدا میگفتن که یا توجیک بمره و بعد پول جمع کنن اگه همه با اکثریت ها چاهکنه که روشون لخچه ایودا چاهی خچونه بکنن او خوبتره مردم هم مشینیکی کردن در توجیکستان 70-80 هزار دلاری قرض دارن 147 تازه آمدیان در ایجا حیثی پراویریایوشی آمدیان در ما مینوسا کوفتستیانه گپ چپای حرامی رنگی خیچون پد ایو دبرد تای کش در بوشو بود ای حرام تا با جمارات همیو روت لخچه ما اینمیجا خورما جای نماز قرآن اینامی شیر بچه ها خیر صدقات میکنیم ما در خیر شما شریک نیستیم در ثوابیت شما شریک نیستیم ای ما سیوالش بیزنس ای ما هم چیزا را میخریم یگان سمکی در بالاش میمونیم میبریم اینامی شما خیر میکنیم او خیر او ثوابیت تنها و تنها در شما میروه در ما نمیویه ای ما بیزنس ای ما میشینیم میخزیم میگیم بیزنس ای ما حرام خرم نیستیم رنگ اون مرده خرا و چهکنو دیگه و دیگه هم نیستیم مردم شب و روز گفته استیم ایقا فاحشتا نمیفهمه روش سیاه پدنالتا نمیدونن چون چی گفته استیان و ایدومی چی دوید استیان هر جا ما خودمون سر خودمون نخوردیم هر جا ما خودمون در خودمون فتنه انداختیم اینمی بیا چیلی که ما همیشه بوی گه میکنه ای دسته کنکوی را ده تروتون از سیاه نکنین آخی حد اقل ده همی سرزمین مقدس او که گب زنین بیاین ای پیش چک چک کنین دور نیستیم همسایه روی اپای یک خیلت سیاه ارزول واره پدنالد یک خدای خطابگو من نمیدونم شما کیین چیین اونه در دایرکتی من شب و روز خواه اسمسات آتجان میگفتی اگه حاضی ما بدنام شیده ما این رقم برای مراجعت هر آن نفره که خیر صدقات کردنی الله سبحانه و تعالی به درگاهش قبول گردونه یک تونه همچون 100,000 قبول گردونه بدبختای به انصافا شما حاجی میارین ای به نام الله 400-500 دلاری در سر هر یک حاجی میمونین اگه همون 10-15 سمه که ما در سر قرآن موندیم جای نماز چشم دیدن نکنین پدرتای به انصافا تای ساعت میگن میبرین در شریلانکا حاجی ها را تشنه و گشنه جو میکنین ایو پرابلم نبوده راهبریتاتون مشینیکن تای دستی مشینیکا را کار میکنین ایو پرابلم نبوده همون 10-15 سمه که ما در چیز چورا میمونیم ای خونه ما تو مسجد حرم 10 کیلومتر ما در جمرات زندگی میکنم اونمو بار بخچه شما را اونمو خیر صدقه شما را 10 کیلومتر میگیریم نمی شیر بچه ها قطعی دست به دست ما 10 کیلومتر میرم که همو 10-15 سمه که در بالای چیزی شما میمونم نصیبم کنه حلالم بشوه روی اپا یخش سیاه پگوشت نکنین این قوم ابو جهل و شه پگوشت نکنین الله خار زلیل شون گردونه